خیلی از کارتونایی که تو بچگی دیدیم به اصطلاح انیمه حساب میشن. هایدی، فوتبالیستا هایدی و اینا. در اصل ژاپنی‌ها اصلا انیمه‌ای داریم که الان نزدیک 1000 قسمت داره. یعنی سریال ترکی رو سفید کرده. فوق‌العاده داستان قوی با پتانسیل قوی. اسم یکیشو بگو با هم دیگه ببینیمش. میتونم اونجا سرچ بکنم. الان میتونی سرچ بکنم. آره همه الان تو وان پیس به نظر. اوکی. بریم اول لئوناردو رو ببینیم یا میجرنی؟ لئوناردو داوینچی. بریم سراغ لئوناردو. پارسا فراست یه گلمون میخوایم که هوش مصنوعی میجرنی با لئوناردو مقایسه بکنیم از لحاظ طوری تصاویر معماری و انیمه و تصاویر واقعی و تصاویر جلوه ویژه و نمره میدیم دیگه. 1 کمترین نمره و 10 بالاترین نمره. بعد با هم دیگه جمع میکنیم میبینیم که تو این نبرد سخت کی برنده میشه. بریم سراغ لئوناردو. پرامپش هم این بوده. گفتیم که یه صحنه‌ای به سبک انیمه یه سری دانش آموزان با حس شگفتی دارن به غروب خورشید نگاه میکنن که در کنار این دانش آموزا یه درخت سر به فلک کشیده هم هست و ازش خواستیم که جزئیات نور و رنگ و این حرفا هم تا جایی که امکان داره تا یه حد توجه ویژه توجه ویژه داشته باشه. در کل یه دونه صحنه داریم که سه دانش آموزا دارن به غروب خورشید نگاه میکنن و اینم از چت جی پی تی خواستم که انهانس کنه این پرامپا. اینم اولین تصویر از انیمه. نظرت؟ یه دسته پارسا یه انیمه بینه خیلی قهاره. پارسا هستم، خوشبختم، چی بگم؟ فراستی هستم و مثلا خوراکش انیمه. من اینجوری نیستم، خیلی کم انیمه دیدم. یه دوست دیگه هم داریم به نام فرزاد، اونم خیلی انیمه بینه. پسر خاله حسین میشناسی؟ حسینه که حسین فولادی. بله آره پسر خاله حسینه و اونم انیمه بینه قهاریه. یه وایسی فرستاده و ایشون هم مقایسه کرده لئوناردو و میجرنیا. وایس فرزادن میذارم با هم دیگه بعدم گوش بدیم. اینه نظر نسبت به پرامپش. خیلی اون حس نور و درختش سر به فلک و غروب ولی حس انیمه رو نمیده به من. خیلی واقع ریالیستیک طوره به نظرم. انگار این کاراکترها رو انیمه کرده بعد گذاشته توی محیط ریل انگار. نه؟ بله. ولی کامپوزیتینگ و طرح کاراکتر و اکتی که کاراکترها دارن واقعا عالیه. نور، حس، یعنی اون دقیقاً اون حس و نوری که می‌خوایم بهش گفتین داده ولی خب حس انیمه نیست. خب یه پرامپ دیگه هم بهش دادم، گفتم نمیخواد عده‌ای از دانش آموزان، یه دانش آموز داره همین کار انجام میده، داره به غروب خورشید همون پرامپه ولی یک دانش. یه دقیقه خیلی انیمه شدی. خیلی وقت فوق‌العاده با کیفیت، یعنی جزئیات برگ و نور و خود کاراکتر و حسی که میده. آره چه محیط، چه بک‌گراند، چه خود کاراکتره. چقدر زیبا این فوکسه و این رفته توی فلو. آره رفته تو فلو و این بک‌گراندی که داری چقدر زیبا واقعا. خیلی فوق‌العاده، خیلی خوبه. اصلا به انیمه واقعا علاقه من شدم برم انیمه ببینم. واقعا چقدر زیبا، چقدر موها رو قشنگ در آورد. نورها و شدتش عجیبه. خیلی خوب شد. خیلی خوبه. اصلا قاب بندی هم عالیه. حسش، نورش، رنگش، همه چیش عالیه. از لحاظ انیمه بودن هم که به انیمه شبیه. انیمه است دقیقا، کاراکترهای انیمه. خب این از لئوناردو. میریم سراغ رفیق چقدر سرسختش میجرنی هم که فهمیدی ایرانو کلن تحریم کرده. 2 اکانت خریدم از میجرنی توی حد اکثر 24 ساعت ساسپند کرده اکانت رو و خلاصه که میجرنی نخریم فعلا تا این مشکلش حل نشد. اگه تا الان از ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. میدونم پورتو دعواتون کنه. 2 متر و 5 سانت قد داره، ترسناکم هست به خدا. خب بریم سراغ بعدی. این میجرنی فوق‌العاده است. کادرش مربعه ولی حس بچه ها انیمه بودنش، نورش، درخته واقعا عالیه. پرفکت.
واقعا بی‌نقصه. اوه چقدر زیبا. این خیلی انیمه است. این چند کاراکتر هر چقدر اون نبود اون چند کاراکتر این هست. آره اصلا این ترکیب نور و رنگ و سایه پارتیکلایی که ما اینجا داریم چقدر زیبا. دقیقاً احساس انتظار و امیده رو خیلی به وضوح داره. خیلی زیباست. خیلی زیباست. آفرین. من با عنوان کسی که کامپوزیت میکنه اگه تو تک تک این المانا رو به من بدی و بهم بگی اینو کامپوزیت بکن، فکر میکنم حداقل 24 ساعت وقت ازم میگیره فقط کامپوزیت کردنش. یعنی با این دیتیل، با این هایلایت ها، با این سایه روشن ها، واقعا عالیه به نظر من. چقدر زیبا. این کادر مربعش هم میشه تغییر داد. خودم گفتم مربع، مگر نه میشه انواع سایز ها رو بهش گفت. آره جنریت میکنه. به نظر من عالیه. اوکی آقا بریم سراغ نمره دادن. تک کاراکتر میجرنیو نه او دوغونه میکنه این میجرنی واقعا چقدر زیبا. بعد این حالت دست و پا و این صورت و استخوان‌بندی ها قشنگ بچه مدرسه‌ایه. و چون گفتی انیمه کلا ژاپنی همش لباس فرم ژاپنی است و وای چقدر عجیب خوبه. عالیه. راست میگن انیمه خب کلا کاراکتر از چهره گربه الهام گرفته شده. همشون نه ولی اکثر انیمه ها رو چون یه اصطلاحی دارن کاوایی یعنی به ژاپن یعنی کیوت با نمک با مزه هم کیوت. بعد از تو ناخودآگاه کلا بچه گربه خیلی کیوته. آره فرم ساختارشون مالا صورت جمجمه و بینیشونو از الگوی گربه بچه گربه ها میگیرن که با نمک تر دیده بشه. حالا با هم دیگه صدا که فرزاده میشنویم که راجع به ساخت انیمه لئوناردو و میجرنی نظر داده. بسیار عالی. سری عکس که اول فرستادیم مال میجرنیه استایلش بیشتر نزدیک به سبک گرافیکی انیمه ها. اگر تو جزئیات صورتش رو نگاه میکنی به استایل صورت، چشم و دماغ، به موها و اون طبیعت بیشتر میخوره به انیمه ها. لئوناردو رفته به سمت رئال شدن، حالت انیمیشن شده. من خودم انیمه با این استایل ندیدم. دوتا نمونه هم انیمه یور نیم یا دیمن اسلایر یا اتک اف تایتان سرچ بکنی عکساشو ببینی میبینی که استایل طراحیشون کلا به همون میجرنی بیشتر نزدیکه. اوکی آقا این تموم شد. نمره بدیم به میجرنی تو انیمه. آره. چه تک چه جفت من بهش 10 میدم. نمره که من هم میخوام بهش بدم. شما 10 میده بهش؟ 10. و انیمه بذار لئوناردو رو من بگم 8 من بهش میدم. تو چند میدی؟ لئوناردو تک کاراکترش من خیلی دوست داشتم. خب طراحی کاراکترش آره. حسی که میداد فوق العاده بود به نظرم. تک کاراکترش 10 بود ولی چند کاراکترش 8 هم نبود. میانگین چقدر مثلا میگی؟ اگه میانگین بگیرم 8.5 9. 8 میان و 8. گویا مثل این که ناراحت شدن اما هیچی رادی نداره چون ناشو برمیدارن راحت میشن. و انیمه هم تموم شد ولی میجرنی و جفتشون لئوناردو خیلی شاهکارن توی انیمه. آره. و یه اطلاعاتی بهتون بدم که الان توی هالیوود از هیچ ابزار فیلم جنریتوری استفاده نمی‌کنن. حتی برای کامپوزیتشون تمام این کار دستی داره انجام میشه چون قابل استفاده نیست. فقط برای کانسپت دیزاینشون دارن استفاده میکنن. آره. و استوری بورد که در آینده نه چندان دور من فکر میکنم که پاش به کار حرفه‌ای ترم باز میشه. مطمئنم که خیلی تفاصیل با این سرعت رشد و کیفیت به نظر من تا چند زمانی نمیبره که فیلم سینمایی 0 تا 100 AI بیاد. یکی از کاربردهای چت جی پی تی اینه که میتونی بهش ایده بدی و برات استوری بورد میگم برات فیلمنامه بنویسه. اگه میخوای بدونی که چت جی پی تی چه کاری انجام میده و از 0 تا 100 یاد بگیری لینکش میذارم اون بالا
که بچه ها برم ببینم. بریم بعدی واقعی، بریم یه جلوه ویژه. به نظرم بریم به ترتیب رفتیم. ترتیبی بریم. اوکی، میریم تصاویر واقعی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و حتما کامنت انگلیسی یا فینگلیش. خیلی مخلصیم. پارسا خداحافظ، بچه ها خداحافظ. بای.